خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام بریم درباره مدعیای جام 26 که بازیاشون رو انجام دادن صحبت کنیم. بازی اولمون برزیل مراکشه. برزیل با ترکیب 4-2-3-1 وارد زمین شد که آلیسون خط دروازه، سانتوس، گابریل، مارکینوش و ایوانیز بودن. تو دبل پیوتشون گیمارش و کاسمیرو که افتضاح به بار آوردن. تو پشت مهاجمشون رافینیا سمت راست، وینیسیوس سمت چپ شماره 10 پاکتا و مهاجم نوکشون هم ایگور تییاگو مهاجم برنتفورد بود. ترکیب مراکش بونو خط دروازه، حکیمی، دیوب، چادی، مزروعی، بودیدی و نیل و اونها هم ترکیب 4-2-3-1 بازی کردن که پشت مهاجماشون براهیم نیاز، اوناهی و الخانوس که مهاجم نوکشون هم سایبری بازیکن جدید بایر مونیخ بازی کردن. نتیجه بازی به 1-1 به پایان رسید. بازی جالبی دیدیم از نظر قدرت. XG مالکیت تیم‌ها 50-50 بود. XG مراکش 1.37 و XG برزیل 1.26 بود که XG مراکش بیشتر بود. جالب این موضوع. در بازی هم آراد باتون صحبت خب آره، بازی جالبی بود کلا. یعنی ما دو تا تیم رو دیدیم که تازه مربیاشون عوض کرده بودن، تازه که یعنی نسبت به تورنمنت قبلی مربیاشون جدیدتر بود. اونور کارلو آنجلوتی بود که با بعضی از این بازیکن‌های برزیل مثل وینیسیوس و اینا کار کرده بود توی رئال مادرید. اونورم که ولید رکراکی رو اخراج کردن و مربی جدیدشون آوردن که نشون داد که اونم مربی بدی نیست و در حد ولید رکراکی حتی میتونه باشه. بازی اولش با خیلی پر جنب و جوش بود، خیلی سرعتی بود که مراکش دست بالاتر داشت اول بازی، که همون اوایل بازی هم بود که تقریبا اوایل بازی بود که تیم مراکش تونست گل بزنه که روی پاس خیلی خوبه براهیم دیاز بود و فرار سایباری که یه تک موقعیت بهش رسید و با یه چیپ خیلی قشنگ تونست چیز کنه، توپو وارد دروازه کنه. گابریل خیلی بد عمل کرد سر گل. گابریل راحت‌تر میتونست توپو دور کنه. 1-2 آلیسون هم به نظر من نباید از دروازه میاد بیرون. اگه نمیاد بیرون دفاع میتونستن فشار بذارن روی سایبری هم الان امباپه که نیست شاید خراب می‌کنه. آره این بحث هم خیلی بود که آلیسون نباید میومد بیرون و اینا، و گابریل همونطوری که گفتی خیلی بد بود. یعنی نشون داد که هنوز بعد از اون پنالتیه شاید نتونست اون اعتماد به نفسشو برگردونه. مارکینوش هم که نتونست به سرعت سایبری برسه. البته که اگه آلیسون نمیومد بیرون شاید گابریل به توپ میرسید، ولی سایبری با یه چیپ خوشگل دروازه واسط کرد و نشون داد که میتونه استعدادشو داره که توی بایر مونیخ بازی کنه. بازیکنایی که توی این بازی خیلی خوب بودن، براهیم دیاز میشه اشاره کرد که واقعا 64 دقیقه بازی کرد ولی کاملا دفاع تیم برزیل رو به هم ریخت و روی همین نبوغ فردی براهیم دیاز بود که تونستن گل به ثمر رسونن. نیمه اول پس دست بالاتر تیم مراکش داشت، ولی خب روی تک موقعیتی که خب بالاخره برزیلیان و تکنیکی و نبوغ وینیسیوس دیگه آره تونستن گل بزنن. یک و دو قشنگ کردن با گیمارش که حالا جلوتر در مورد گیمارش صحبت میکنیم که تنها کار مثبتش واقعا این پاس گله بود که ولی خوب داد واقعا و یه شوت خیلی خوب زد وینیسیوس که کم دروازه‌بانی هم نزد، به یاسیمونو زد که همین جام جهانی قبلی نشون داده بود که دروازه‌بان خوبه. بعد نیمه دوم شروع شد و آنجلوتیس بین دو نیمه دیدیم که 2 تا تعویض انجام داد که یکیش کاسمیرو رو کشید بیرون، یکیش راجر ایوانز که کاسمیرو به خاطر دوتاشون کارت زرد داشتن شاید نخواست ریسک کنه، یعنی فابینیو دنیلو رو آورد که کاسمیرو واقعا هم بد بود. حالا جدا از اون کارت زردش هم سر گل جا موند، توی هافک دفاعی بود. این تعویضا به ستاره بازی ما رو میرسونه. این ستاره بازی به نظر من ایوب بودیدی بود که 6 نیوکاسل بودن که بازیکن 18 ساله لیله که قشنگ بهترین بازیکن فصل گذشته یونایتد که نبگیم که بهترین بازیکن‌ها بود. کازمیرو فصل پیش. گیمارش هم نیوکاسل وسط نیوکاسل رو جمع کرد. تنهایی بازیکن 18 ساله این دوتا رو اصلا نابود کرد. آره واقعا ایوب بودی بازیکنی بود که واقعا یه تنه کل هافک برزیل رو واقعا خورد. واقعی یعنی کاسمیرو که همون دقیقه 46 مجبور شد
تعویضش کنه آنجلوتی. گیمارش هم که 80 دقیقه بازی کرد ولی خب واقعا 80 دقیقه بیهوده به جز یه پاس گلش و نشون داد که اون لینک هایی که به تیمای بزرگ میشده الکی نبوده و چیزی برای گفتن داره ایوب بوعدی. و اگه یادتون باشه جام جهانی قبلی همین به جای بوعدی داشت سفیان آمرابات بازی میکرد که بعد از جام جهانی کلی تیمای بزرگ اومدن سمتش و اینا که اومد یونایتد قرضی و خدا رو شکر قرضی بود و گند زد تو یونایتد و نشون داد که یه مقطع اون تورنمنت بوده که اونقدر بازیکن خوبی نشون داد. ولی بوعدی اینطوری نیست فکر کنم، چون توی لیگ فرانسه خیلی بازیکن خوبه. بعد وارد نیمه جوونه، بعد دیگه جوونه، آینده داره، قطعا پیشرفت میکنه. آره 18 ساله. مثلا آمراباتی که دوره قبلی بود سنش خیلی بالاتر بود و همین الانم دعوت شده بود ولی حتی به بازی هم نیومد. بعد دیگه رفتیم جلوتر، آنجلوتی یه تعویض دیگه انجام داد و هنریکه رو آورد به بازی که واقعا آوردش به جای پاکتا. رافینیا رو آورد پست 10 تقریبا. رافینیا بازیکنی بود که تو این ترکیب آزاد بود، یعنی اگه بازی‌های آنجلوتی رئال هم که حالا همتون دیدید دیگه نگاه کنید، مثلا یه چیزی مثل وینیسیوس و اینا کلا حالا آنجلوتی به این بازیکن آزاد علاقه داره، ولی رافینیا نتونست تو این سیستم واقعا خوب نشون بده. نشون داد که باید تو اون تاکتیک جا بگیره تا بتونه خوب بازیشو نشون بده. ولی خب وینیسیوس مثل همیشه زیر دست آنجلوتی بازی بهتری کرد و حتی ما دقایقی می‌دیدیم که وینیسیوس داشت پرس می‌کرد. این خیلی عجیب بود. پرس می‌ذاشت رو دفاع تیم مراکش و این خیلی خوب بود. رافینیا هم که پرسشو می‌ذاشت مثل همیشه بازیکنی که خیلی پرس می‌کنه اینا، ولی خب نتونست اون نمایشی که تو بارسا داشت رو انجام بده. یه بازیکن دیگه که من مثلا صحبت کنم ایگور تییاگو بود. ایگور تییاگو واقعا از انتظارات خیلی کمتر عمل کرد و اصلا حالا فضای مجازی هم خیلی باش شوخی دارن میکنن، میم درست میکنن. سنگین بود، اصلا بقیه سریعتر بازی میکردن، این اصلا ریتم بازی عقب‌تر بود. حالا بعدن جاو پدرو میگفتن جا نیاوردید. یکی از انتقادات درستی که به نظرم به آنجلوتی میشد این نیاوردن جاو پدرو. آره اون فشاری که روی آنجلوتی بود که نیمار رو دعوت کنه شاید باعث شد که جاو پدرو دعوت نشه و الان تاثیرش رو میبینیم تو بازی که کلا اون پریمیر لیگایی که حالا هم بازیکنایی که تو پریمیر لیگ بازی می‌کردن حالا بازی‌های جلوتر هم بریم می‌بینیم کلا سنگین بودن، چون فصل خیلی پرنوسانی داشتن، خیلی سنگین بود بازیاشون، به خاطر همین نتونستن تو حداقل تو دور اولی که بازی کردن خوب نشون بدن. ماتئوس کونیا هم اومد به جای ایگور تییاگو هم که گفتی که اونم واقعا چیزی نشون نداد، یعنی برزیل واقعا از نیمه دوم کلا تو بازی چیزی برای ارائه نداشت بجز اون یه گلی که وینیسیوس زد. اونم به خاطر این بود که اشرف حکیمی مثل پاریس سن ژرمنش خیلی جلو اومده بود، کلا میاد تو کار حمله اونا کمک میکنه. این بازی اشرف هم واقعا خوب بود، ولی خب یه توپ رفت پشتش و همون توپ هم گل شد دیگه. در کل که مراکش نشون داد که همه بهش میگن شگفتی، دیگه واقعا شگفتی نیست. مراکش داره به یکی از تیم‌های خیلی خوب جام جهانی تبدیل میشه. این مدعی ان دیگه همیشه دیگه بهترین تیم آفریقا دیگه. حالا قهرمان که قهرمانی اسنفی گرفتن ولی آره واقعا، ولی خب نشون دادن که تیم خوبی هست. یه تعویض دیگه هم که تیم آنجلوتی داشت دنیلو بود که دقیقه 80 آوردش به جای گیمارش که مثلا بیاد و اون هافبکایی که مراکش که دارن نبض بازی دستشون میگیرن این بازیشون رو خراب کنه، ولی بازم نتونست. اونم مراکش چند تا تعویض انجام داد که واقعا قابل گفتن نیست، اونم کاری برای چیزی برای ارائه نداشتن، همون ترکیب اولیه‌شون. در کل باید ببینیم تو آینده این گروه چی میشه. به نظرم هم برزیل هم مراکش اسکاتلند هایتی رو میبرن. حالا برای اینکه صدرنشین شن ببینیم کی بیشتر گل میزنه مثلا به هایتی. بازی دومی که می‌خوام صحبت کنیم بازی آلمان و کروسا بود که نتیجهش خاطرات بدی رو برای برزیلیا زنده کرد. بازی به نتیجه 7-1 به پایان رسید. آلمان با ترکیب نویر، براون که
ویدیو قبلی تو شگفت‌سازای جام قبل جام جهانی ضبطش کرده بودیم دربارش صحبت کردیم که این بازیکن چقدر میتونه عالی باشه که شاهکار بود تو این بازی. یه گل زده، پاس گل داده، شوتربک تا کیمیچ، جلوشون تو دبل پیوت پاولویچ و امشا بازی کردن که جالبی این دو نفرم این که اصلا به اسم دبل پیوت بودن ولی تو محوطه حریف بودن، انقدر آلمان داشت بالا بازی میکرد. ویرتس و موسیالا و سانه و هاورتس هم مهاجم نوکشون بود که آلمان از ایکس جی 4 7 گل زد. بقیه صحبت هم آراد باتون. آلمان این بازی مطابق انتظار بود دیگه. حالا شاید کسی فکرش نمی‌کرد 7 بزنه ولی خب همه انتظار داشتن بازی پرگلی از این بازی در بیاد. آلمان بیشتر اون تاکتیکش دوتا کناریاش، دفاع کناریاش خیلی بالا می اومدن، کیمیش می اومد به خط هافک اضافه میشد، براون کامل لب خط بود بالا میرفت چون کلا تیم آلمان خیلی بالا داشت بازی میکرد، به کار ترکیبی کمک میکرد، تونست یک پاس گل بده یه گل بزنه. کیمیش هم تونست 2 تا پاس گل بده، در مجموع خیلی بازی خوبی داشتن این دوتا. دبل پیوتاشون هم که انمچا و پاولویچ هم تو دیلیا گفت واقعا تو محوطه بودن، یعنی گلی که انمچا زد رو برید ببینید پشت محوطه بود، یعنی اومد تو اول تو محوطه بود، اومد پشت محوطه توپ گرفت، شوتید، خیلی گل قشنگی بود و کلا انمچا هم این بازی خیلی خوب بازی کرد. در مجموع این بازی حرف تاکتیکی خاصی نداره دیگه. بازی که 7-1 شده باشه حرف تاکتیکی نداره در کل، ولی تنها صحبتی که میشه درباره آلمان کردیم که گلی که خوردن بود که به نظرم اونم صحبت خاصی نداره دیگه. بازی درسته 1-1 شدن اون موقع ولی بازی شل کرده بودن دیگه. سطح کوروساو که دیدن یه ذره آرومتر بازی می‌کردن، بعد در اینکه گل خوردن دیگه رفتن جلو و غافلگیر شدن سر گل اول که سری جمعش کردن دیگه. سطح کوروساو خیلی پایین. آره بله. البته سر گل اول کوروساو اگه نمیخورد به شوتربک بود فکر کنم شاید نویه میتونست بگیرش. بله. تو این گروه هم ساحل آج و اکوادور و 2 نفر دیگه هستن، 2 تا تیم دیگه که تو این گروه هستن، اونا با هم ساحل آج دقیقه 90 با کل آماد برد بازی و که الان توی جدول آلمان اول، ساحل آج دوم، اکوادور سوم و کوروساو چهارم. کوروساو واقعا بدشانسی آورده به عنوان تیمی که سال اولین بارش اومده جام جهانی خورده به آلمان، ساحل آج، اکوادور. گروه خیلی سختیه براش باش و به نظرم همشون از این گروه صعود میکنن. کوروساو میبرن و 3 امتیاز به عنوان تیم سوم صعود میکنن. یه نکته دیگه هم که این بازی داشت، لوکادیا بود، مهاجم قدیم پرسپولیس که این بازی هیچی برای انقدر سطح کوروساو بالاست که مهاجم نوک پرسپولیس بود. بازی سومی که خواهم صحبت کنیم دربارش بازی هلند و ژاپن بود. بازی که با نتیجه 2-2 به پایان رسید. برای هلند وربروخن، وندفه، مندایک و هیکه همه ونها و دومفرایز بازی کردن. تو خط هافک ریندرز، دیونگ و گراونبرگ و خط هجومشون هم گاکپو، مالن و سامرویل بازی کردن. برای ژاپن هم سوزوکی، واتانبه، تانیگوچی و ایتو بازی کردن. توی خط هافک دوئن، سانو، کامادا و ناکامورا و خط حمله‌شون هم تشکیل شده از کوگو، ماeda و اوئدا که بازی هر دو تیم برای این بازی چون سرمربی‌های محافظه‌گرانه‌ای دارن کلا توی بازیشون هم این قابل شهود بود که دو تیم برای نواختن اومده بودن که چون قوی ترین تیم‌های گروهشون هم بودن، چون صعودشون یه جورایی خیلیشون راحت بود در اینکه کدوم اول شه. این بازی مهم بود که نبازن چون که به خاطر همین نیمه اول خسته کننده اینطور بود، خسته کننده از نظر اینکه دو تیم حمله آنچنانی نمی‌کردن، به خاطر همین بازی مساوی بود. قدرت دو تیم هم در یک حدی مساویه. حالا نیمه دوم با گل فندک بازی جون گرفت و نیمه دوم جالب‌تری داشتیم. حالا بقیه نوشتن‌های مربی ژاپن جواب. خب نوشتن‌های مربی ژاپن میم شده توی جام جهانی قشنگ. اون عکس دسنوتون فرشه دسنوتو میذارن پاشو که اسم هر کی جلو تیم اروپایی می‌نویسه چیز میشه، تیم میبازه. میبازه. آره خب ژاپن و هلند نیمه اول خیلی بازیشون بیجون بود، یعنی دوتاشون
هیچ حمله و اینا حمله چیزی نداشتن. بازی خیلی بد بود. یعنی نیمه دوم بازی بهتر شد ولی بازم نسبتاً با اگه به آمار نگاه کنیم ژاپن ایکس 41 صدم بوده در نیمه دوم، هلند 38 صدم که تونستن با این ایکسی ها هر کدومشون 2 تا گل بزنن. این خودش نشون میده که اونقدر موقعیتایی که داشتن گلایی که زدن ایکسی بالایی نداشتن. برای تیم هلند گراونبرگ بازی خیلی خوبی انجام داد در کنار دیونگ، یعنی نشون دادن که خط هافک هلندی خط هافکشون نشون داد که خیلی خط هافک دبل پیوتشون واقعا در حد قهرمانیه. آره ولی خب حالا ریندرز یکم سطحش پایین‌تره نسبت به 2 تا عقبیاش. کومان یعنی مربی تیم هلند نشون داد که با اینکه کلی محافظه‌کارانه بازی میکنه، کلی دفاعی بازی میکنه، ولی تو این کارش موفق نبوده. چرا؟ چون که 2 بار جلو افتاد از تیم ژاپن و 2 بارش نتونستن نتیجه حفظ کنن. این خودش یه نقطه ضعف برای هلنده که 2 بار نتیجه رو به دست آوردن ولی نتونستن نگهش دارن. اونورم برای تیم ژاپن نشون داد که مثل سالهای گذشته در جام جهانی تیم خوبی داره و میتونه حرف برای گفتن داشته باشه. در مجموع این گروه برای سرگروهی خیلی مشکله، یعنی هر تیم مثلا ممکنه سرگروه بشه. اونور سوئد 5 تا زد به تونس، اینور بازی 2-2 شد. حالا باید ببینیم که بازی رو در رو با سوئد چیکار میکنن این 2 تا تیم که ببینیم کی سرگروه میشه. در مجموع بازی خوبی بود، یکی از بهترین نیمه دوم‌های جام جهانی هم دیدیم. بله من در یه بازیکن دیگه بخوام صحبت کنم، منفیس دپای بود که به عنوان برترین گلزن تاریخ هلند وارد زمین شد و هیچ کاری نکرد، افتضاح بود. و درسته دیگه سر صدرنشینی هم همونطور که میگی سر اینه که به نظرم با سوئد چیکار میکنن و کی بیشتر به تونس گل میزنه. یه بازیکن دیگه هم سامرویل بود که خیلی خوب بازی کرد، یه گل خیلی قشنگ هم زد. بعد از اون بازی هم منچستر یونایتد اینا افتادن دنبال جوگیری‌های جام جهانی و این سامرویل تو وست هام ساعتش رو نشون داد. بازیکن خوبیه ها ولی خب نه در حد اون. بازی بعدی بازی اسپانیا و کیپ ورده که اسپانیا به عنوان یکی از مدعیای اصلی جام که توجه زیادی روشه برای قهرمانی این جام، توی بازی اول جلوی کیپ وردی که برای اولین بار با 150,000 نفر جمعیت به جام جهانی اومده امتیاز از دست داد و کیپ ورد یه امتیاز برای خودش برد توی بازی اول. توی ترکیب اسپانیا سیمون جلوتر از رایا و دروازه‌بان بارسلونا خوان گارسیا بازی کرد. مدافع چپشون هم مدافع جدید رئال مادرید که میگفتن راه از توی تیم ملی اسپانیا بازیکن نداره که دفعه که خرید، کوکوریا، لاپورت، کوبارسی و یورنته. تو خط هافک پدری، رودری و فابیان رویز و خط حملهشون هم گاوی، فران تورس و افتضاح ترین بازیکن کل جام به نظرم در حد اسم آقای آیارزابال بود که رکوردی از خودش به جا گذاشت که دقیقه 30 نه تاچ نه پاس نه گل، اصلا خیلی عجیب غریب بود. ترکیب کیورد هم که توی عکس می‌بینید. از نظر آماری این بازی اسپانیا 2.1 ایکسی تولید کرد که ایکسی بالاییه و موقعیت‌ها رو به صورت متوالی از دست میدادن و باعث درخشیدن دروازه‌بان کیپرد هم شدن که اصلا معروف شد 27 تا شوت زدن، 7 تا شوت در شوت و کلا اسپانیا خیلی موقعیت از دست دادن تو این بازی. اسپانیا این بازی به عنوان قهرمان یورو اومده بود که با اینکه یامال نبود، نیکو ویلیامز نبود و یعنی بودن رو نیمکت بودن، میخواست بهشون استراحت بده چون مسئولیت داشتن، ولی خب خیلی دست کم گرفت رو تیم کیپر. تیمی بود که خیلی لو بلاک قوی چیده بود و خیلی خوب دفاع میکرد و دروازه‌بانشون روزینیا اگه اشتباه نکنم اسمش خیلی خوب بود و نمره 9 رو گرفت، بهترین بازیکن زمین هم شد. اونور برای اسپانیا یکی بحثایی که وجود داشت که اونای سیمون بود که حالا این بازی زیاد موقعیتی به دروازه‌اش نیومد، یعنی خب خیلی هم میگفتن با خوان گارسیا بازی کنه یا رایا بازی کنه ولی بازم دلافونته به اونای سیمون بازی داد. یکی هم خط حمله شون بود که گاوی و فران تورس و یارزابال بودن که واقعا بد بودن، یعنی کل
تیم اسپانیا رو ببینید، از بجز خط حملهشون نمرات بالای 7 گرفتن، ولی خط حملهشون همه مثلا الان اویارزابال 6 و 2 گرفته، نمیدونم فران تورس 6 و 6، گاوی 6 و 8، واقعا بد بودن. یکی از تاکتیکایی که تیم اسپانیا داشت که با اینکه یامال نبود این بود که پشت محوطه خوب اسپانیا دیگه پاسکاری میکردن هی زیاد تا یه روزنه بازیچه اونور کوکوریا میرفت تو کوکوریا زون یا میزد به سرعت میزد داخل محوطه، اون پشت محوطه رودری یا پدری پاس بلند میداخت برای کوکوریا، کاتبک میداد که اویارزابال و فران تورس خرابش کنن. خیلی این کار رو انجام دادن، یعنی بالای 3-4 رو انجام دادن که که بهترین موقعیتش هم اینطوری خلق شد دیگه، که فران تورس توپ تقریبا خیلی ایکسیش هم بالا بود که زدش بیرون فکر کنم یا تیرک شد. بعد گاوی هم که گذاشته بود سمت چپ، بعد از چند سال بعد از جاوی هیچکی گاوی رو یعنی بیشتر تو هافک میزیم، ولی گذاشته بودش وینگر چپ که حتی پدری یا بعضی وقت حتی رودری هم میرفتن سمت چپ که مثلا همین تاکتیکشون کوکوری هم میره اون سمت چپشون خیلی شلوغ‌تر بود نسبت سمت راستشون که بازم تاکتیکاشون جواب نداد، باز 0-0 شد. بله در کل حالا به نظرم اسپانیا برای بازی بعدی موقعی که یامال و نیکو ویلیامز برگردن به فرم خوبشون، که اگر برگردن به فرم خوبشون درست میشه. از نظر چیزم جدولی هم شانس آوردن که عربستان نبرد اروگوئه رو یا کلا بازی برنده نداشت و مساوی اومدن بیرون و کلا همه با یه امتیاز هستن توی بازی. ببینیم حالا چی میشه. به نظرم از این گروه اسپانیا صعد، اروگوئه دوم و عربستان هم کیپردو میبرن و سوم به عنوان تیم برتر سوم میاد بالا. همون سال 2010 هم که قهرمان شده بود تیم اسپانیا با باخت جام جهانی شروع کرد، یعنی حالا هم از این زیاد داریم از این چیزا دیگه. آره. خود آرژانتین نمیشه دفعه قبلا. بازی آخری که می‌خوام دربارش صحبت کنیم بازی فرانسه و سنگال بود که فرانسه 3-1 بازی رو برد و کل بازی خوبی بود برای فرانسه. تو خط دروازه مانیان، تئو هرناندز، سالیبا و پامکانو کونده بازی کردن، ربیوت و شوامنی دبل پیوتاشون بودن، دوئه، دمبله و اولیسه و امباپه خط حملهشون رو تشکیل داده بودن. برای تیم سنگال مندی، دیاتا، کولیبالی، نیاخاته و دیوف خط دفاع، کامرا و گیه اورتون و گیه ویارال و سارو، جکسون و مانه هم خط حملهشون بودن که نیمه اول بازی نیمه افتضاحی بود واقعا. یعنی ایکس‌جی فرانسه 300 بود، یعنی انقدر بازی عجیب غریب بود و داشتن تاکتیکای دشان دیگه. دشان رو ما می‌شناسیم با این همه سوپر ستاره که تیم دقیقاً تاکتیکای دشان رو داشتن اجرا می‌کردن که تیم سوم فرانسه رو میتونه بیاد تا نیمه نهایی جام جهانی. اینطوری نیمه اول جلوی سنگال هم تیم خیلی خوبیه. سنگال قهرمان آفریقاست به طور واقعی که در الکشون تو این ویدیو صحبت کردیم، ولی در کل به نظرم نیمه اول ضعیفی عمل کردن. حالا نیمه دوم نیمه دوم واقعا کامل بازی متحول شد، یعنی تیم فرانسه خیلی بهتر بازی کرد. اولیسه واقعا اگه بخوایم ستاره این بازی رو انتخاب کنیم با اینکه امباپه 2 گل زد، ولی همونطور که بهترین بازیکن زمین اولیسه شد، واقعا اولیسه خیلی خوب بود. یعنی سر گلی که امباپه زد، اون پاسی که بین فکر کنم 6-7 نفر از بین همه پاس داد، پاس خطی که خیلی پاس خوبی بود. اصلا نبوغ خودش رو نشون داد واقعا. بعد کلا فرانسوی‌ها خیلی اصرار بر این که خط پشت دفاع سنگال پاس اندازن داشتن که انقدر انجام دادن تا 2 بارش گرفت دیگه. یه بار 2 گلش هم امباپه زد دیگه، یک چیز یه بار ربیوت پاس داد، یه بارم مولیسا پاس. یه دونهشو بارکولا زد، یکیشو امباپه زد که بله. ربیوت هم خیلی پاس قشنگی داد، ولی خب اون پاسی که اولیسه داد واقعا خیلی بهتر بود و چند نفر کلا توی جهان میتونن مثلا اینطور پاس بدن الان. یکی میشه مسی باشه، اولیسه، دی بروینه، پاس دی بروینه بود و یکی هم که امباپه بود که گل فوق العاده زد، دقیقه 96 گل سومشون رو زد که واقعا تیم فرانسه نیمه دوم با اینکه خیلی بهتر بازی کردن ولی نشون دادن که یعنی حتی تاکتیک هم نداشته باشن، سر نبوغ فردیشون میتونن حداقل تا 4 تا بیان. یعنی همینطوری دشان فقط رخکن رو بتونه جمع کنه، این تیم راحت تا 4 تا بالا میاد. برای تیم سنگال هم یه نکته‌ای که داشت
اندیایه بازی نکرد که خیلی جا تعجب داشت، به جاش مانو سار بازی کردن، دو طرف میتونست بازی کنه که واقعا جفتشون هم افتضاح بودن و اندیایه دیدیم که تا اومد توی یه پاس گل داد و بازی رو برای سنگال داشت برمیگشت، تاثیرگذاری خودش نشون داد تو هم دعوای کردن. و اون اسکواد فرانسه هم بخوایم ببینیم که تعویضاشون رو ببینید دقیقه 80 بارکولا اومده، دقیقه 87 چرکی که بعد از برونو فرناندز بهترین بازیکن پریمیر لیگ. امباپه هم خودش نشون داد که دیگه بهترین مهاجم حال حاضر جهانه. آره واقعا همه جور گل میزنه، نشون داد خودش. علیرضا فغانی هم داور این بازی که فرانسه با این بردش رفت یه تصمیم جنجالی هم گرفت سر پنالتی که خیلی شجاعانه. به نظر من نبود پنالتی نبود اولا، دو اینکه شجاعانه اینکه پنالتی نگرفت به نظرم بعد از اون یه لول پنالتی که برای پرتغال گرفت که ترسیده بود به حرف وی آر گوش کنه، رفت خودش دید و چیز تصمیمش اینجوری بود که اگه اشتباه کنه دیگه بهش بازی نمیدن، اگه درست میگفت میرفت تا فینال. اینجا هم به خاطر برد پرگل نروژ برابر عراق، نروژ الان تو صدر، فرانسه دومه، که اینجا هم عراق هم 3 تیم میبرن و به نظرم اینجا هم 3 تیم صعود میکنن و دارن الکی بازی میکنن فعلا ما هم تا گرم شن برای مسابقات حذفی. ممنون که این ویدیو رو دیدید. اگه ویدیو خوشتون اومد ویدیو لایک کنید، اگه حمایت کنید ما رو، هایپ هم بزنید، ممنون میشم.